سلام، اسم من حمیده و میخوام اتفاق وحشتناکی که تو جاده برای خودم و همسرم افتاد رو براتون بازگو کنم. 2 سال پیش تو ماه عسلمون حین رانندگی تو جاده یزد ماشین روی چیزی رد شد که هیچ وقت نفهمیدم چی بود. چند ثانیه بعد ماشین خاموش شد. هوا سنگین شد و ما بدون اینکه متوجه چیزی بشیم وارد مسافرخونه ای شدیم که کاملا متروکه و خالی بود. به سایه‌زار شب خوش اومدی. بدون معطلی بریم و داستان امشب رو بشنویم. من حمیدم و چیزی که میخوام براتون تعریف کنم واسه تقریبا 2 سال پیشه. اتفاق وحشتناکی که باعث شد ماه عسل من و ریحانه به تلخ‌ترین تجربه زندگی 2 نفرمون تبدیل شه. این چیزایی که دارم تعریف میکنم خواب و خیال نیست. واقعا برامون اتفاق افتاد و از اون روز به بعد یه خلأ ترسناک تو وجودمون باقی مونده. من و همسرم ریحانه تازه ازدواج کرده بودیم. واسه ماه عسل تصمیم گرفتیم بریم یزد، چون ریحانه خودش مال یزده و منم عاشق شهرهای تاریخی ام. اونجا میتونست برامون یه خاطره همیشگی از سالهای اول یکی شدنمون بشه. ماه عسلمون رو عمدی ساده گرفتیم. نزدیکای ظهر از تهران زدیم بیرون به سمت یزد. خودم عاشق رانندگی تو شبم. جاده خلوت‌تره و آرامش بیشتری دارم. اما هیچ کدوممون نمیدونستیم این سفر 2 نفره قرار خیلی چیزا رو برامون تغییر بده. تو مسیر همه چیز داشت عالی پیش میرفت. موزیک گوش میدادیم و از جایی که قرار بود وقتی برسیم یزد بریم میگفتیم. یه لحظه هم حس بد نداشتیم و شاید دقیقا همین اشتباه ما بود. نزدیکای کاشان بودیم که هوا یه دفعه عجیب شد. نه اینکه دما بخواد تغییر کنه، انگار هوای جاده سنگین شد. اونقدر سنگین که هرچی نفس میکشیدی ریه‌هات پر نمیشد. ریحانه گفت حمید تو هم سخت نفس میکشی؟ بهش گفتم آره، نمیدونم چرا اینجوری شد. با اینکه شیشه ها پایین بود ولی بازم سنگینی احساس میشد. عجیب بود، چون تا حالا یه همچین چیزی رو تجربه نکرده بودم. ناخودآگاه ضبط و خاموش کردم و به جاده خیره شدم. ریحانه گفت چت شد؟ چرا ضبط و خاموش کردی؟ اگه حالت خوب نیست بزن بغل. خواستم جواب بدم که ماشین یه تکون شدید خورد. انگار یه حیوانی چیزی رو زیر گرفته باشم. تو آینه وسط نگاه کردم، دیدم هیچ چی نیست. وسط جاده هم که دست انداز نیست. پس زیر ماشین چی رفته بود؟ تو همین حین ماشین کلاً خاموش شد و هر کار کردم روشن نشد. فقط کاری که تونستم بکنم این بود که فلاشر زدم و ماشین بردم کنار جاده و وایسادیم. ماشین استارت میخورد ولی روشن نمیشد. منم که هیچ چیز از ماشین سر در نمی آوردم. پیاده شدم و کاپوتو دادم بالا. الکی داشتم نگاه میکردم. هوا دیگه کلاً تاریک شده بود. کاپوتو بستم و رفتم نشستم تو ماشین که زنگ بزنم امداد خودرو. بهم گفتم باید حداقل 4 ساعت تو جاده منتظر بمونم که بیان ماشین رو بررسی کنن. ولی به جای اینکه تو ماشین بشینیم و منتظر بمونیم، بزرگترین اشتباه زندگیمون رو با ریحانه مرتکب شدیم. از ماشین پیاده شدیم و در ماشین رو قفل کردیم و به سمت نور ضعیفی که حدوداً 1 کیلومتری از همون فاصله داشت راه افتادیم. در واقع امید داشتیم که اونجا قهوه خونه یا مسافرخونه بین راهی چیزی باشه. باور کردنی نبود، اما هیچ کس تو جاده به اون شلوغی نبود. سنگینی هوا رو همچنان حس می‌کردیم. حدس من درست بود. اونجا یه مسافرخونه بین راهی بود. یه تابلوی زنگ زده هم بالاش آویزون بود و روش نوشته بود مسافرخونه بین راهی. هیچ اسمی نداشت. بالا سر تابلو هم یه مهتابی کوچیک بود که مدام خاموش و روشن میشد. گفتیم بریم داخل، حداقل امشب و اینجا باشیم. به ریحانه گفتم فوقش امداد خودرو هم که بخواد بیاد تو میمونی و من باز برمیگردم و ماشین رو درست میکنم که فردا صبح اول وقت راه بیافتیم. خلاصه رفتیم داخل. یه ساختمان آجوری و خیلی قدیمی که قشنگ مشخص بود حداقل مال 60 سال پیشه. دیوارا همه نم گرفته بود و هیچ کس بهش رسیدگی نکرده بود. پذیرشش کاملا خالی بود. بلند گفتم سلام، آقا ما اتاق میخواستیم.
بعد از چند ثانیه یه مرد لاغر اندام از یکی از اتاقای اونجا اومد بیرون. انگار خواب بود. چهرهش خیلی عادی نبود. صداش اصلا در نمی اومد. هر بار که چیزی میگفت میرفتم جلو و گوشامو تیز میکردم تا بشنوم چی داره میگه. نمیدونم چرا اون شب متوجهش نشدیم. کلید اتاقو داد و گفت برین طبقه بالا، انتهای سالن سمت چپ اتاق 9. پولم نگرفت. حتی مدارکم ازم نخواست و هیچ چیزی هم ثبت نکرد. فقط گفت شب خوبی داشته باشید. راهروی طبقه بالا طولانی تر از چیزی بود که باید می بود. چراغای سالن خاموش و روشن می شدن. هرچی جلوتر می رفتیم حس می کردم کسی پشت سرم راه میاد. اما وقتی برمیگشتم هیچ کس نبود. اتاق 9 پیدا کردیم و در رو باز کردم. در که باز شد سرمای عجیبی خورد تو صورتمون. یه اتاق قدیمی که مشخص بود چند سالی هست کسی پاشو اینجا نذاشته. در دیوارا رنگ رو رفته و حس و حال خونه سنگین و ترسناک بود. میخواستم به ریحانه بگم برگردیم بریم شب تو ماشین بمونیم. من اینجا اصلا حس خوبی ندارم. ولی اون لحظه نمیدونم چرا ولی صدام در نیومد. انگار از خودم اراده ای نداشتم. یکم که گذشت جفتمون خوابمون برد. من زیر پنجره اتاق به پشتی تکیه داده بودم و ریحانه هم کنار یه میز چوبی خوابش برده بود. یهو نیمه شب حس کردم چند نفر دارن تو خونه میدوئن. از خواب پریدم. ریحانه هم حس کرده بود. از ترس داشت نفس میزد. گفت حمید انگار چند نفر دارن میدوئن. تو حس نکردی؟ گفتم چرا؟ بعد یهو احساس کردیم یه نفر پشت دره. یه صدا مثل صدای خورناس از پشت در می اومد. از ترس داشتیم سکته می کردیم. تو خونه صدای عجیبی می شنیدیم. پنجره باز شد. صدای باز شدن شیر آب دستشویی. یعنی یه لحظه همون صدا قطع نمی شد. شک نداشتم که تو اون اتاق تنها نیستیم. همونجا متوجه شدم که این مسافرخونه یه مسافرخونه عادی نیست و باید هر جوریه بزنیم بیرون. سریع وسایل رو برداشتیم و زدیم بیرون. فکرشو بکنید تو اون راهروی طولانی با لامپای چشمک زن و ساعت 3 صبح چقدر میتونه خوف و وحشتناک باشه. تا پله ها دویدیم یهو صدای کوبیدن در همون اتاقی که توش بودیم و شنیدیم. اونقدر محکم بسته شد که تو اون وقت شب کل مسافرخونه رو لرزوند. برگشتم ته سالن رو نگاه کردم. یهو دیدم یه مرد با یه چهره وحشتناک وایستاده داره نگاهمون میکنه. صورتش شبیه آدم بود ولی اجزای صورتش سر جاش نبود. 2 شاخ داشت، یه دهن کشیده، چشمای زرد براق که تو تاریکی برق میزد. تا دیدمش جفتمون جیغ کشیدیم و از پله ها رفتیم پایین تا فقط فرار کنیم. رسیدیم به پذیرش ولی هیچ کس اونجا نبود. دویدیم سمت در و تا میخواستم در رو باز کنم دیدم ریحانه پرت شد رو زمین و یکی انگار موهاشو گرفته بود و داشت میکشیدش سمت پله ها. ریحانه سرشو گرفته بود و داشت دست و پا میزد و جیغ میکشید. وسایل انداختم و دویدم و گرفتمش و باز برگشتیم سمت در. اونقدر ترسیده بود که فقط داشت گریه میکرد. تمام اعضای بدنم سر شده بودن. وسیله ها رو زود برداشتم و دویدیم سمت ماشین. چیزی که برامون عجیب بود و ما شب قبلش ندیدیم این بود که این مسافرخونه کاملا متروکه بود و بیشتر و در دیواراش ریخته بود. شیشه پنجره ها شکسته بود و کاملا زنگ زده بودن. و عجیبتر این که موقعی که داشتیم فرار میکردیم یه دفتر ثبت خاک خورده رو میز پذیرش بود و تاریخ روش مال دهه 60 بود. تمام این چیزا رو موقعی که داشتیم میرفتیم داخل مسافرخونه به چشمون نیومده بود. رسیدیم سمت ماشین رو نشستیم و درا رو قفل کردم. از امداد خودرو خبری نبود. سویچ انداختم و چند تا استارت زدم. ماشین با ریپ روشن شد. زود راه افتادم و به سمت یزد حرکت کردم. صبح که رسیدیم یزد زود رفتیم خونه پدر بزرگ ریحانه و جریان براش تعریف کردیم. باورش نمیشد ما چجوری وارد اون مسافرخونه متروکه شدیم. اون گفت به نظرتون اون مسافرخونه سالم اومده ولی اون بنا الان نزدیک 40 ساله که هیچ آدمی توش نرفته و کاملا متروکه شده. چیزی که دیدین و حس کردین
احتمالاً قبیله اجنه‌ای بودن که اون بنا رو صاحب شدن. خدا رو شکر که سالمین. دیگه بهش فکر نکنین و برین خوش بگذرونین. ناسلامتی ماه عسل اومدین. ولی چه ماه عسلی؟ مگه میشه آدم اون اتفاق وحشتناک رو از یاد ببره؟ اون حس سنگینی که تو جاده حس می‌کردیم و اون چیزی که ماشین از روش رد شد و بعدش هم خاموش شد، قطعاً به خاطر حضور اجنه اون مکان بود. از بعد اون اتفاق وحشتناک ریحانه هر شب کابوس میبینه و از خواب میپره. خودم هم که اصلا تو هیچ کاری تمرکز ندارم. همش حس میکنم اون جن رو دوباره ببینیم. ماه عسلمون قشنگ تبدیل شده به بدترین خاطره زندگیمون. اینم از داستان ترسناک امشب که امیدوارم خوشت اومده باشه. اگه دوست داشتی کانال رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن و بهم انگیزه بده تا داستانهای بیشتری بذارم. دمت گرم.